بعد نماز فرض بعد آخرش مثال بعد سلام استغفرالله میخوان استغفرالله و بعد نماز سنت همین خواندنش مکروه گفتید همین چی فهمیم؟ مکروه نگفتم، ممکن نگفتم، مطلقا ممکن نه، برای آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچی نماز سنتی که خواندید تمام شما آزاد سلام میتید تمام فهم استاد جان کار میکرده باشید اون کارتون رو دوام دید. قرآن میخونید قرآن خوانید، یگان چیز ذکر میکنید یا دعا میکنید دعا کنید، قرائت درس میخونید کتاباتون گرفته کتاباتون خوانید، رفته کار میکنید کار کنید تمام. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد نماز فرض این ذکرها رو میکردن. یعنی ما از پیش خودمون یه چیزی نو پیدا نمیکنیم، بعد سنت این کارای نمیکرده، این مخصوصی به فرض است. عبادت هیچگاه یگان دانشمند پیدا نمیکند. عبادت توقیفی هست. عبادت توقیفی معناش میشه که در مسئله عبادت می استید، یعنی پیش خودتون اجتهاد نمیکنید، عبادت از جانب الله تعالی میبیاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکردن هر کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم کردن همون میکنیم، از وی اضافه نمیکنیم الا اگر امر کرده باشه همین کارو کنید گفته باشه میکنیم.